میرسیم به آخرین جزء برنامه امروزمون در مورد سوریه، وادی بردا. بیش از 200,000 نفر در اون زندگی میکنن. وادی بردا کجاست و دارای چه اهمیتی است که این میزان بمباران و فشار نظامی رژیم اسد رو باید تحمل کنه؟ وادی بردا قبلة السیاح. منطقه وادی بردا قبله توریستی و یکی از مناطق معروف سوریه است، زیرا خط سیر رودخانه بردا که از دریاچه‌ای در کوههای شمال غربی دمشق سرچشمه گرفته را نمایندگی می‌کند. این رودخانه در میان ارتفاعات با پیچ و خم‌های فراوان عبور کرده و در مسیر خود زمین‌های حاصلخیز و طبیعت زیبایی را خلق می‌کند تا در نهایت به منطقه ربوه در دمشق برسد. ریل قطار تاریخی معروف به قطار ییلاق تابستانی نیز از وادی عبور می‌کند. منطقه وادی بردا یکی از مهمترین مناطق ییلاقی و توریستی در حومه دمشق است، جایی که اصیل‌ترین ییلاق‌های دمشق مانند دمر و حامه و عین خزره و عین فیجه و بسیاری مناطق سیاحتی دیگر در خط سیر آن قرار گرفتند. وادی بردا شریان حیاتی دمشق و آب آشامیدنی آن محسوب می‌شود. رزمندگان اپوزیسیون در همان ابتدای انقلاب این منطقه را آزاد کردند. آنها کارکنان ایستگاه آب را حفظ کرده و به آبرسانی به دمشق ادامه دادند. سالها جنگ این وادی زیبا را به تلی از خاک تبدیل کرده است. بسیاری از فرزندان این منطقه توسط رژیم اسد کشته شدند. وضعیت در اینجا همانند سایر شهرهای سوریه است. رژیم اسد و شبه نظامیان رژیم ایران بارها تلاش کردند که بر شهر عین فیجه و ایستگاه تصفیه آب آن مسلط شوند، اما هر بار شکست خوردند. رژیم اسد و شبه نظامیان محاصره شدیدی علیه این منطقه با هدف تسلط بر آن را شروع کردند. آنها با تمام توان شهرها و روستاهای وادی را در هم کوبیدند. ایستگاه آب و چشمه اصلی تصفیه آن را با توپ و موشک تخریب کردند، به طوری که تمامی دستگاه‌ها آسیب دیده و نیاز به تعمیر جدی دارند. بعد از آنکه با بمباران و گلوله‌باران و حملات زمینی نتوانستند اهالی و رزمندگان را به زانو درآورند، وارد گفتگو با اهالی بر سر آتش بس شدند، اما هر بار نیز آتش بس را بلافاصله نقض کردند. هذه المياه القليلة هي من نبع الفيجي التي تعرفها الناس أنها من أنقى وأعذب مياه خلقها الله على الأرض، وقد كنا خير من يصون هذه الأماني لإيصال المياه سليمة صافية نقية إلى أهلنا في مدينة دمشق وكل القرى التي تشرب من هذه النبع. ثم إن الفيجي كانت مشهورة بمصايفها ومطاعمها التي تأتيها الناس من كل حدب وصوب، أصبحت خاوية على عروشها بسبب ظلم النظام الفاشي وبطشه وقصفه لقرى ومدن والوادي وخاصة عين الفيجي التي تجاور النبع. اما با وجود حملات و بمباران‌های وحشیانه رژیم اسد و شبه نظامیان حزب الله لبنان، عین فیجه همچنان در کنترل اهالی و رزمندگان قرار دارد. نبع الفيجي ما يزال تحت سيطرة فصائل الثوار في وادي بردا، ونشرف على ضخ المياه إلى مدينة دمشق. ومنذ بداية الثورة قمنا بالمفاوضة مع النظام على أمن المياه مقابل أمن الأطفال والنساء في وادي وقرى وادي بردا، ولكن النظام اخترق الهدن لمرات عديدة. اکنون بیش از 1 ماه است که وادی بردا در آتش شبه نظامیان رژیم ایران و عناصر اسد می‌سوزد. اهالی این منطقه بارها به سازمان‌های بین‌المللی و شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ جهان فراخوان دادند که برای نجات جان اهالی این منطقه دخالت کنند، اما گوش شنوایی پیدا نکردند. بنابراین به مقاومت و پایداری ادامه می‌دهند. آنها بارها گفتند که مطلقاً از وادی خارج نخواهند شد و کسی انتظار نداشته باشد که در اتوبوس‌های سبز رنگ سوار شده و خاکشان را به شبه نظامیان رژیم ایران تحویل دهند.
نبردهای وادی بردا همچنان ادامه دارد.